بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش رنگ ساختمان. همونطور که قبلا گفتم دیوارا رو برداشتیم، دیوارای گچی روغن الف زدیم کلش و سقف‌ها هم همینطور. بعد برداشتیم کل سقف و دیوار رو ماستیک روغنی کردیم، همون بتونه روغنی. نحوه ساخت بتونه رو من خدمتتون عرض کردم که بتونه روغنی و مل، تینر، آب و روغن بتونه و رنگ براق که نحوه ساختش هم گفتم. حالا دیوارا سنباته خورده، با دستمال گردگیری شده. میریم برای درست کردن رنگ روغنی استخونی که شروع کنیم آسترش رو بزنیم. برای درست کردن رنگ روغن نیمه براق یا به قول بعضیان مات بایستی برای تهیه یک اتاق 1 گالون رنگ براق، حالا من برند هادی رنگ گرفتم که توی ایران بهترینه، و ماتشو رنگ سحر گرفتم. پس یه دونه 4 کیلویی رنگ سحر مات و یه دونه 4 کیلویی براق هادیو برمیداریم مخلوط میکنیم و برای رنگ درست کردن رنگ استخونی بایستی به اندازه 1 قاشق چایخوری گله‌ماشی اضافه کنیم، به اندازه 1 نخود مشکی. این گله‌ماشیه و حالا توی فیلم شاید زرد دیده بشه و مشکی. حالا به نسبت استخونی که بخوایم درست کنیم گله‌ماشیشو میتونیم کم یا زیاد کنیم. یه مقدار بیشتر بریزیم استخونی خیلی پررنگتر میشه، بیشترش کنیم به رنگ کرم میخوره. مخلوط میکنیم توی یه سطل بزرگ و بعدش 2 لیتر تینر یا بنزین، تینر 2000 یا بنزین میتونه حلال این رنگ ها باشه. به هیچ عنوان آب داخل این رنگ نباید ریخته بشه. بعضیا آب میریزن برای حلال کردن، به هیچ عنوان حل نمیشه. البته کسایی که خبرن معمولا وقتی با قلتکه میزنن یه ته استکانی داخل رنگشون آب میریزن که این جلوی پاچش رنگ رو بگیره، که من توصیه میکنم این کارم نکنید. سعی کنید روزنامه یا کاور بزنید. به این صورت من کاور بندی کردم قرنیزا رو، سالن آستر کردم. انشالله اتاقرم شروع میکنیم با آستر زدن که فیلمش رو دوباره میذارم.